که الناس نیام و اذا ماتوا انتبهوا، انسان ها خوابند، وقتی که بمیرند از خواب بیدار میشن. این مرگ برای عموم انسان ها همون زمان مرگ زمانی است که از خواب پا میشن، یعنی میفهمن که بیخود بود اما عمرشون هدر رفت. عمرشون رو دادن، چی گرفتن؟ خب بالاخره دنیا گرفتن دیگه. حالا دنیا هر کس در هر اندازه‌ای، یکی تونست این مقامو بگیره، یکی مقام بالاتر، یکی بالاتر، یکی این مقدار پول جمع کرده، یکی اون مقدار بیشتر، یکی اون بیشتر، یکی نمیدونم این مقدار طلا داره، یکی بیشتر، یکی بیشتر. خلاصه هم میگم مردم همشون در زمان مرگ مغبونن، همشون در زمان مرگ خاسر هستن، زیانکار هستن. اون تو چیزی که هست، مرگ برای ما یقینی نیست. این مشکل نیست، مرگ رو یقین نداریم، یعنی یقین عقلی داریم و یقین قلبی نداریم. میدونیم بعد میاد مرگ، بالاخره میاد، اما یقین قلبی نداریم که در قلب خودم واقعا کدوم یکی از ما مطمئن است که آفتاب فردا صبح رو میبینیم. هیچ کدوممون مطمئن نیستیم. اما در این حال چرا همچین راحت میگیم که فردا میرم اونجا، فردا میرم اونجا، فردا چیکار میکنم، همچین محکم داریم بله فردا که هیچی، مثلا پس فردا، سال دیگه، اون سال دیگه این کارو میکنم، این کارو میکنم. با این خب هیچ کدوم از ما واقعا یقین نداریم که تا یک ساعت دیگه در این دنیا هستیم. اما اینجور هی برای خودمون بر آینده. این به خاطر همونه که این یقین به مرگ در حد عقل مونده، در حد قلب نمونده. یعنی عقل از روی تواتر یقین پیدا میکنه از اینکه بالاخره هر کی میاد به این دنیا میمیره، پس نتیجه میگیرد که من هم میمیرم. دیگه زید مرد، عمرو مرد، اون یکی مرد، اون یکی مرد، همه میمیرن و منم میمیرم. بنابراین اینه که عقل اثبات میکنه مرگ رو برای خودش، برای من اثبات میکنه، اما قلب باور نداره. یعنی که پنجره قلب بسته است، لهم قلوب لا یفقهون، قلب دارن اما تفقه نمیکنن، باطن نگری ندارن. اگر واقعا انسان بله دیگه، حالا منتها چیزی هست در زمان مرگ بیدار میشن از خواب. وقتی بیدار میشن میفهمن که بله عمر رفت و هیچی دستشون نیست. دست اون چیزی که در اینجا، اون چیزی که جمع کردن به درد اینجا نمیخوره، اون چیزی که به درد اینجا میخوره جمع نکردن. بعد اینجاست که خسران یوم التغابن میشه، قیامت، یعنی روز پشیمانی، اصلا پشیمان میشه در اینجا. مگر اینکه یک کسی در همین دنیا اون مرگ بهش دست بده، قبل از اینکه بمیرد همون فرمود موتو قبل ان تموتو، بمیرید قبل از اینکه بمیرید. یعنی در اینجا انسان یک مرگ دست. مرگ چی؟ مرگ از اون نفس حیوانی، یعنی بیدار بشه از خواب، بیدار بشه، به این ادراک جدید برسد که من فقیرم، من هیچی ندارم. مثلا مثالی زدم براتون که آدم مثلا تو خواب که هست، میبینید در یک باغ خیلی سرسبز و خرم داره میگرده و بعد خب حالا این آدم در واقع فقیره، در واقع مریضه، خانواده‌اش هیچی ندارن، یه لقمه ندارن بخورن، تو در خواب داره خودش تو باغ‌ها گردش میکنه. اینها این وقتی که از خواب پا شد دید ای بابا هر چی که بوده همش توهم، خیالات بوده. اون چی که واقعیت است من فقیرم، بیچارم، مریضم، هیچی ندارم. الان یک دردی درش ایجاد میشه. درد بیداری همون ادراک جدید، یعنی ادراک جدیدش این است که من آدم فقیری هستم، من آدم بیچاری هستم. این ادراک جدید درد ایجاد میکنه. اینی که عرض میکنم علامت ادراک قلبی پیدا شدن درد در انسان، درد قلبی، درد روحی در انسان است. اینی که به هر حال اگر انسان بده این میشه مرگ. یعنی چی؟ یعنی مرگ از اون خواب، مرگ از اون وجود در خواب. ما تا حالا یک موجود در خواب بودیم، از این وجود در خواب بمیریم، از این وجود خواب آلوده بمیریم، بیدار بشیم. مرگ یعنی اینا، بیدار بشیم، با واقعیت جدید مواجه بشیم که آنچه را که در اینجا میخوان از ما هیچی ندارم، هیچ، کلی بدهکارم. بله بدهکارم یعنی این که خدا از من طلب داره ندادم بهش، اولیاء از من طلبکارم ندادم بهشون، روح من از من طلبکاره. روح من میگه من کسی هستم که قدرت دارم که تمامی اسماء و صفات خدا در من ظهور کنه. علم آدم الاسماء، چرا من نداری؟ اینه که خود روح ما از ما شاکیه، طلبکار از ما. رفتی دنبال چی؟ دنبال مثلا خانت رو جنس مدل پردهش این باشه، به چه درد من میخوره؟ این من هستم که در قیامت باید ظهور کنم، جسم که نیست که. حالا چشم من از این پرده لذت برد یا لذت نبرد، خب این چشم بعد خاک میشه، میپوسه، میمیره. این روحه که در قیامت ظهور میکنه، آشکار میشه و تا ابد باید زندگی کنه. ابد یعنی پایه 10 سال و 20 سال 1 میلیارد سال نیست، ابده.
ظهور سلطان روح در قیامت و این روح بیچاره چی نداره، دستش خالیه. این روحی که میتونست علم آدم الاسماء کلها، همه کمالات الهی رو به دست بیاره. اینه که روح انسان از انسان طلبکاره، خدا از انسان طلبکاره، اون طلبها رو بهش بده. چقدر دیگه مونده از عمرم نمیدونم، شاید 1 ساعت. بنابراین اگر انسان از این خواب تونست بیدار بشه، از این ادراک جدید بهش دست داد، این درد درش پیدا شد، خب به هر حال امیدی هست. یعنی اگر کسی این درد درش ایجاد شد بداند که حتما به جای میرسه، در این دنیا نرسید در عالم برزخ حتما این رو میرسوننش به جایی. اگر هم نه همچین خیلی خوشخیال در این دنیا زندگی میکرد، همش دنبال مدل لباس و نمیدونم طرح پرده و نمیدونم امثال اینها بود و خانه چی و مقام و منصب و پول و امثال اینها بود، کجا سرمایه گذاری کنم که بیشتر سود بده، کجا نمیدونم چی، از دنبال اینا بود که خب بله هیچ دیگه در اون زندگی کنه و بعدم که میره اونور هیچ عاید نداره، هیچ نیست، هیچ دستش نیست و خالی و تا ابد دیگه حالا باید چگونه زندگی کنه، این دیگه حالا مگر خدا به دادش برسه.